آتش ما آتش علیه سرماست، خورشیدی فروزانی شبانی یلداست. این آتش ما آتشی سازنده بود که از یک شرری محبتی ما برخاست. از احساس ارتباط با دوران‌های گذشته، پیوند داشتن با نیاگان دوردست و با تاریخ، مردمی روشنرو و صاحب فضیلت جماعت‌های دهات قلعه خم، نولوند و ویش خروی درواز هم با شادی و نشاط ایدانه جشن ملی و مردمی کهن جشن اجدادی ما صده را با افروختن گلخن که یکی از آیین‌های این جشن سنتی ماست در تگ چنار آوازدار درواز با شکوه و خاطرمان استقبال نمودند. سفره ایدانه آراسته اهل حصارت، کشاورزان، هنروران و هنرجویان، شاگردان بارگاه‌های علم و معرفت در تگ چنار درواز پیش‌روی مردم همچون خوان ضیافتی بود که با جلب توجه هر بیننده درک از احیای سنت و هنرهای مردمی طی سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی میداد. با وارد بزمگاه گشتن، راهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه از دستاوردهای به معرض تماشا گذاشته کشاورزان و هنرمندان، طالب علمان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی با رهایش و کیفیت خاص ایدانه دیدن نموده برای رشد و احیای هنرهای مردمی، افزونی محصولات و غنی گرداندن بازار استعمالی در داخل و بیرون ناحیه دستور و مصلحت‌های سودبخش دادند. در همایش قید گردید که جشن صده میان جشن‌های اجدادی ما مقام و منزلت به خود خاص داشته با بهره‌مندی از شهد استقلال وطن دوباره با جلوه تازه و نظر با احیا گشت. از تشریف قدم ارزانی داشتن این جشن اجدادی اهل حصارت، کشاورزان و ساکنان مقیم کوهساره درواز شادمانی داشته طول 50 روز و 50 شب با نشاط و شادی فرابخش فرارسی صده زمین‌های در اختیار داشته را به دوره کارهای بهاری آماده می‌سازند. در این تنتنه ایدانه ایده‌ای از کشاورزان و فعالان دیار با افتخارنامه‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه مشرف گردیدند. خدمتگزاری اهل فرهنگ و هنر، شاگردان مکتب هنری استاد اکاشریف جورایوف با سرود و ترانه‌های خاص ایدانه انجام بخش این تانجش اجدادی بود و با گرامی داشت سنت‌های ملی و مردمی شخاطرمان انجام پذیرفت. صد زنگولای نوروز بود، حواسی زندگی پیروز